خدا ما رو فراموش کرد. ای بابا، خدا هم دیگه یاد ما نیست. این حرف بدی است. حرف بدی است، یعنی درست نیست از اساس. مادر موسی رو انداخت تو رود نیل، ولش کرد امواج خروشان نیل. بعد وایستاد نگران به امر خدا. خدا فرمود که القیه فی الیم، بندازش تو دریا. خب امر خدا رو اطاعت کرد، مادر دیگه. حالا وایستاده من امواج میبره گهواره این طفلو، میبره بالا میاره پایین. گفت ای وای، اگر خدا این طفلو فراموشش کنه چه به روز این طفل میاد. ندا آمد که ما فراموشش کنیم. ما گرفتیم آنچه را انداختی، دست حق را دیدی و نشناختی. ما فراموش کنیم؟ ما نه فراموشش نمی کنیم که ما یک کاری میکنیم که اونهایی که این داستان رو بفهمن انگشت تعجب به دندان بگزن. فرعون میخواست همه بچه ها رو، همه پسر بچه ها رو بکشه که موسایی پیدا نشه که تختش رو واژگون کنه. همه جا رو گرفت و بست اینا. این یکی رو تو دریا خودش گرفت، خانواده‌اش گرفتن، تو دامن خودش بزرگ کرد. ما فراموش میکنیم بچه رو. ما گرفتیم آنچه را انداختیم، دست حق را دیدی و نشناختی. که خدا فراموش میکنه.